بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که همتان جور و صحتمند باشین. خوش آمدید به ادامه درس گذشته ما که راجع به Implant Inventories صحبت کردیم. موضوع امروزی ما Armamentarium used for implant placement یا وسایل یا اجزای امپلنت که به خاطر استفاده غرس امپلنت استفاده میشه. امروز انشالله مورد بحث قرار میدیم این موضوعات را. خب عموما وقتی که ما امپلنت را غرس میکنیم عموما ضرورت داره به یک امپلنت سرجیکال کیت ضرورت میشه که ما باید یک کمپانی را انتخاب کرده باشیم که کمپانی های مختلف در بازار موجود است. ما میتونیم یکی را از او را انتخاب کنیم و مخصوص کیت های مخصوص خود داره. کیت های به اندازه بزرگ، به اندازه متوسط، به اندازه بزرگتر که اجزایش نسبت نظر به هر کیت متفاوت است که مختلف اجزا را میتونه داشته باشه، دریل های متفاوت میتونه باشه و بخش پروستاتیک و بخش سرجری که به خاطر امپلنت استفاده میشه میتونه داشته باشه. هر کیت خصوصیات جداگانه خود داره، یعنی هر امپلنتی که ما انتخاب میکنیم کیسای مختلف را کار میکنیم. هر امپلنت از خود با کیت مختلف خود می داشته باشه و جراحی امپلنت صورت میگیره و امپلنت غرس میکنیم توسط از همین کیتی که وسایلی که موجود است توسط از اون مایی پروسه را به پیش میبریم. خب عموما برای غرس امپلنت اولین چیزی را که ما ضرورت داریم دریل هاست که دریل ها انواع مختلف موجود است که ما انواع مختلفش را در زمانی که امپلنت ما میخوایم غرس کنیم استفاده میکنیم که اولین دریل از جمله به نام لارج راوند کارباید بار یاد میشه که عموما از بارهای یا از دریل های عادی که مثلا در بخش پریپریشن کویت ما استفاده میکنیم از دریل ها میتونیم استفاده کنیم به شرطی که دریل جدید باشه، تقدیم شده باشه. ما میتونیم استفاده کنیم لارج راوند کارباید بار. ما میتونیم به خاطر چیر استفاده میکنیم زمانی که ما پلپ برداشتیم استخوان بره نشد دو ساعه طبعا ابنورمالیتی موجود می باشه یا استخوان غیر منظم می باشه. توسط از ما میتونیم استخوان را چی کنیم لشم بسازیم. منساج پایپروتیک می باشد میتونیم توسط از این دریل ما این رو چی کنیم برداریم. عموما باید سپید از این بسیار زیاد نباشه که ما زیاد تخریبات را ایجاد کنیم. عموما از دریل راوند کارباید بار که اندازش بزرگتر باشه به این منظور استفاده میکنیم. دریل بعدی که از دریل سمال راوند کارباید بار است که عموما به خاطر چی استفاده میشه زمانی که ما پلپ برداشتیم استخوان منظم شد باز ما به خاطر از اینکه در کدام ساحه ما امپلنت کنیم توسط یک دریل کارباید که اندازش راوند باشه، شکلش راوند باشه و اندازش کوچک باشه، فقط به ساحاتی که ما میخوایم امپلنت غرس کنیم در او ساحه یک مارک میکنیم توسط از دریل و در او ساحه باز ما استیاتومی میکنیم و پروسه دریلینگ خود به پیش میبریم و امپلنت غرس میکنیم که اولین دریلی که بعد از این دریل ما استفاده میکنیم به نام پایلو دریل یاد میشه. این امپلنت هایی که کیتایش که موجود است باز دریل های پایلو دریل هم اشکال مختلف، اندازه های مختلف در بازار موجود است. عموما یعنی به شکل عموم اگر ما مورد بحث قرار میدیم امپلنت که پایلو دریلایی که در بازار موجود است 2 mm قطر می داشته باشه 2 میلیمتر قطر داره که هر کیت امپلنتی که ما استفاده میکنیم به طور کل به این اندازه قطر می داشته باشه و اگر طولش ما ارزیابی کنیم تا 20 میلیمتر طول میتونه داشته باشه. میتونه بعضی حالت ها زیاد باشه، در بعضی حالت ها که کیت های مختلف اندازه های مختلفی میتونه داشته باشه. خب این دریل با چی منظور استفاده میشه؟ اولین دریل است زمانی که ما کسی که میخوایم امپلنت کنیم استخوانش ارزیابی شده، مثلا ما در سی بی سی تی دیدیم یا در ایکس ری دیدیم که اندازه مثلا 15 mm یا 10 mm یا 13 mm ما میخوایم امپلنت کنیم، امپلنت را غرس کنیم، باید اندازه از را ما ارزیابی کنیم که هر مارکی که دیجا شده این اندازه های متفاوتی را نشان میده و این اندازه ها هر کیت اندازه های مختلف خود می داشته باشه. یعنی وقتی که ما این دریل میکنیم در روی کیت امپلنت اندازه ها نوشته شده می باشه به این شکل. مثلا اندازه که
از چند شروع میشه اونجا اگه بگذارین واضح معلوم میشه که اینی دریل ما به این اندازه داره تا اینی ساحه ما باید استیاتومی کنیم بعد امپلنت غرس کنیم. اولین دریل که به خاطر عمق استیاتومی بر ما مورد استفاده قرار میگیره دریل چی است؟ پایلوت دریل، یعنی لنت امپلنت که ما غرس میکنیم توسط ازی باید استیاتومی را ما به او لنت استیاتومی کنیم که از این دریل استفاده میکنیم. بعد دریل های دیگه که استفاده میشه به نام سیکونس دریلز یاد میشه یا واید انکریزینگ دریلز یاد میشه یا قطرک که افزایش میده. او دریل ها خاص به خاطر بزرگ ساختن قطر استیاتومی استفاده میشه. مثلا نی دریل هایی که کیت استرامان است، مثلا 2 میلیمتر پایلوت دریلش 2.2 میلیمتر دریل پایلوت دریلش است، گفتیم 2 میلی. خب مختلف از کمپانی ها اندازه های مختلفی را میتونه داشته باشه، مثلا 2.8 است، 3.2 3.5 است، 4.2 3.7. این اندازه امپلنت به این اندازه دریل ها موجود است. خب زمانی که ما استیاتومی میکنیم توسط دریل پایلوت ما عمق تعیین کردیم. بعدا مثلا اگر ما میخوایم دیجا امپلنت مثلا نوشته میکنیم امپلنت 3.5 ما غرس میکنیم، امپلنت 3.5 میلیمتر ما غرس میکنیم. استخوان مثلا D2 یا D1 است، ما تا کدام اندازه باید دریل کنیم. عموما وقتی که 3.5 ما امپلنت غرس میکنیم باید اندازه دریلینگ ما نسبت به این امپلنت چی باشه؟ کمتر باشه. خب اگر 3.5 در بعضی حالات ها عموما یک دریل کمتر اگر ما استیاتومی کنیم خوبتر است. خب در بعضی استخوانایی که بسیار محکم باشه باز اگر ما 3.2 دریل کنیم این دریل کنیم باز این امپلنت بسیار به سختی میره. باز اگر ترک مثلا اگر عموما ترکی که امپلنت اندستری پیشنهاد میشه 45 نیوتن بر باید ترکش 45 باشه. خب اگر از این مقدار ترک بیشتر میشه امکان نکروز عظم در او ساحه موجود است. خب در او از اون لحاظ پیشنهاد میشه که یعنی ترک نباید از این اندازه بسیار بیشتر باشه در استخوانایی که سخت است. باز از او خاطر میشه که ما دریل 3.5 انجام کنیم به این امپلنت 3.5. عموما پیشنهاد میشه یک دریل پایین تر. اگر در استخوانایی که بسیار ضعیف است باز میشه 2 دریل ما پایین تر غرس کنیم امپلنت که لوس نبیایه. خب عموما وقتی که ما امپلنت میکنیم امپلنت ها باز برای خود هر کیت خصوصیات خود داره. گفته شده مثلا امپلنت 3.8 است، دریل امپلنت 3.8 ما غرس میکنیم عموما دریل یا 3.6 می باشه یا 3.5 می باشه یا به می شکل دریلایش موجود است و مو اندازه منظمش ما پیش میریم. دریل آخری ما باید به این دریل باشه که نباید امپلنتی که ما غرس میکنیم لوس بیایه. پرایمری استیبیلیتی در لکچرهای اول ما خواندیم که بسیار رول عمده را بازی میکنه در موفقیت امپلنت. خب عموما به این شکل ما دریلینگ میکنیم. دریل پایلوت دریل کردیم بعدا سیکونس دریل منظم پیش میبریم نظر به این که ما کدام امپلنت را غرس میکنیم. پیش از اینکه امپلنت را شروع کنین یک خواهش است از تمام دکتر صاحبا، پیش از این بچه‌شون پد این کار نکنین که ما امپلنت را یاد گرفتیم یا امپلنت یک چیز عادی است که تمام دکتر صاحبا متاسفانه در افغانستان اما تو یک چیز شده که ما میتونیم. خب عموما اول باید نالجش مکمل داشته باشیم، مکمل کیس به شکل درست ارزیابی کرده باشیم، مکمل با هر امپلنتی که استفاده میشه او امپلنت به شکل درستش بخوانین، معلومات او باره پیدا کنین. خدای نخواسته نشد که در جریان عملیات شما باز با مشکل بر بخورین که یا با کامپوننت های امپلنت آشنایی نداشته باشین که باز مشکل ساز میشه. عموما هر امپلنتی را که کار میکنن خوب با سیستمش خود آشنا بسازین، بعدا باز زمانی که کار میکنن با مشکل بر نمیخورین. خب ما بحث ما سر سیکونس دریل ها بود که انشالله مفید تمام شده باشه. تا این مبحث امیده باشین که هر دریل باز با مو اندازه که مثلا تا این مقدار مثلا 10 میلیمتر میایه باید شما تا همین مقدار باید دریلینگ کنین. زیاد فشار باید نبیارین که
پیش برین. اگر خدای نخواسته مثلا در قسمت های ساینس اگر درلینگ میکنین، در قسمت ماندیبولار کانال درلینگ میکنین، باید متوجه ساختمان های باشین که او ساحات ریدزون شما عبور نکنین و باعث مشکل برای مریض نشه. خب بعد از دریلا یک وسایل دیگه که در کیت ایمپلنت موجود می باشه به نام پارالل پنس یاد میشه، پارالل گاید یاد میکنه یا دپت گاید یاد میکنه در بعض کتابا به نام اوکلوزال پنس یاد میکنه. عموما یا چی هستن، به چی منظور استفاده میشه؟ این پارالل گاید ها که زمانی که ما در یک ساحت 4 5 6 ایمپلنت ما غرس میکنیم، عموما پارالیزم ایمپلنت ها را برای ما نشان میده که آیا این ایمپلنت هایی را که ما غرس کردیم آیا با هم موازی هستند، در یک قطار موقعیت داره یا نداره. خب این اصل فعلا زیاد دکتر صاحبان مراد نمیکنه و زیاد مهم هم نیست، چون فعلا ما مولتی یونیت اباتمنت ها داریم، انگل اباتمنت ها استفاده میشه. خب عموما اصلی است که باید ایمپلنت هایی را که ما غرس میکنیم باید موازی با هم باشه. نمیتونه باشه که یک ایمپلنت کج غرس کنیم یک ایمپلنت سیده غرس کنیم، باز مشکل ساز میشه، خصوصا در حالاتی که ما امکانات ازیر نداشته باشیم که مولتی یونیت اباتمنت داشته باشیم، انگل اباتمنت داشته باشیم، باز بسیار مشکلات را به ما به وجود میاره. خب عموما پارالل پن وظیفه‌اش است که ایمپلنت ها را برای ما نشان میده که وقتی که ما غرس میکنیم به کدام موقعیت قرار میگیره. پارالیزم برای ما نشان میده. دوم، عموما برای ما اندازه های که ما ایمپلنت میکنیم برای ما نشان میده که چقدر فاصله بین این ایمپلنت ها موجود است که ما یا ایمپلنت را که غرس میکنیم درست غرس میکنیم یا نه میکنیم. مشکلی که در نتیجه که در آینده برای ما میده، اون نتیجه به چی شکل می باشه، این را برای ما به تصویر نشان میده برای ما. و عموما وقتی که ما این پارالل پن گذاشتیم برای مریض میگیم که دندانهای خود بسته کنه. آیا این پارالل پن با دندانهای پایین به یک موقعیت منظم قرار میگیره یا نمیگیره؟ زمانی که غذا میجه آیا این فشار به سطح اوکلوزالش وارد میشه یا به سطح بکل و لنگوال فشار میره که وضعی مشکل ساز میشه در آینده، که باید اینی چیزها رو ما مکمل ارزیابی کنیم و اگر نتیجه دلخواه و تداوی استاندارد میکنیم باید این چیزها رو در نظر بگیریم و تا کسی ما به مشکل بر نخوره در آینده. به این شکل ببینید این تصویر واضح معلوم شده. عموما با دندانهای پایین در تماس هستند و فشار اوکلوزالی بالای سطح اوکلوزالی ایمپلنت ها فشار وارد میشه. خب گذشته از پارالل گایدز، موضوع دیگهش به نام پارالل اند سپیس گایدز یاد میشه. خب این به خاطر چی استفاده میشه؟ زیادتر کیت های ایمپلنتی را نداره، بعضی کمپانی های خاص این وسیله را اضافه میکنه در کیت خود. عموما به خاطر از اینکه شما فاصله را درست ارزیابی کنین، مثلا در کیسایی که چندین ایمپلنت غرس میکنین میفهمین که در کدام قسمت از شما مثلا در سی بی سی تی دیدین که در این قسمت ساینس از شما باید در کدام ساحه دقیق باید ایمپلنت کنین. اما اندازه را توسط مثلا یک ایمپلنت کردین در این قسمت اندازه دقیق برای خود شما اینجا اندازه را تعیین میکنین، دریل بعدی را در کدام قسمت شما کنین، همون ساحه را برای شما چی میکنه نشان میده که در بعضی کیت‌های موجود است و بعضی کیت‌ها موجود نیست. بعد از این یک وسیله دیگه که عموما در کیت‌های ایمپلنت موجود است به نام انتریل استراپرز یاد میکنه که عموما برای دکتر صاحبایی که جدید هستند با ایمپلنت تجربه کافی نداره میتونه از این استفاده کنه تا درلینگ بیشتر نکنه. از او خاطر باز درل استراپرها استفاده میشه. درل استراپرها اندازه های مختلف به اندازه های متفاوت است. مثلا 6 mm درل میکنی، ببینید 6 mm میشه اندازش بزرگ است به خاطر از اینکه در این قسمت قرار میگیره، یعنی اندازه کلا نمیگیره. 6 mm درل میکنی، 8 mm درل میکنی، ایره در درلت میگذاری، وقتی که ایمپلنت میکنی در پایل درل شروع میکنی تا آخر به می درل منظم پیش میری، درلینگ زیاد نمیشه. در قسمت های عموما در قسمت های رید زون بسیار های زحمت است، ساینس پرکوری نکنی، عصب منتال صدمه نرسانی، عصب الولار و صدمه نرسانی، میتونی از این درل استراپرها استفاده کنی و کیست منظم پیش بره. و دکتر صاحبی که تجربه کافی داره باز از این استفاده نمیکنه، کیس خود به شکل درستش ارزیابی میکنه، میتونه
بدون دریل استراپ را استفاده کنه. خوب اگه استفاده شود بهتر است، ریسک کمتر میشه، مشکل در آینده در جریان عملیات پیش نمیشه. خب بعضی امپلنت ها هست، امپلنت های نان کاتینگ چی داره، رخه ها داره که در لکچر های قبلی در انواع امپلنت هایی را بحث کردیم. نان سلف تیپینگ تریدز می داشته باشه، یعنی کت نمی کنه استوان. مثلا رخه های امپلنت کس برنده نیست، باز از او برش یک دریل مخصوص در کت امپلنت موجود است به نام بون تپ یا ترید فارمر یاد میشه، که عموما در سرعت بسیار کم در حدود 20 تا 40 راوند RPM استفاده میشه. عموما به خاطر ایجاد رخه در ساحه که استیوتومی شده استفاده میشه. عموما این در استخوانایی که اندازش سختش بیشتر است و ما امپلنت هایی که داریم که سلف کاتینگ نیستن، از این امپلنت ها، از این دریل ها ما استفاده میکنیم. و این دریل ها، هر دریل که ما استفاده کنیم و هر مقدار امپلنتی که و هر اندازه امپلنتی که ما غرس میکنیم، قطر از این دریل ها باز فرق میکنه. مثلا امپلنت 3.5 3.8 تا غرس میکنه از امی دریلی که مربوط از امی امپلنت میشه، اما دریل ما استفاده میکنیم به خاطر ایجاد رخه ها تا اون امپلنت در ساحه درست گیرش پیدا کنه. بعض امپلنت ها بیشتر که کتایی که قسمت های پلتفرمش قسمت فرق داره، باز بزرگتر است، باز از کریستال بون دریل استفاده میشه. این کریستال بون دریل ها چی وظیفه داره؟ قسمت کریستال استخوان که است، این قسمت واید میسازه تا در اینجا انساج نرم بسیار خوب گیرش کنه و در قسمت کریستال امپلنت در اینجا انساج نرم با امپلنت خوب گیرش پیدا کنه و از بونلاس جلوگیری کنه. عموما امپلنت هایی که مثلا ما باز در مبحث بونلاسی بسیار یک مبحث بزرگ میشه که در لکچرهای اول یک اندازه در بالایش بحث کردیم که عموما قسمتی که مثلا امپلنت هایی که نان پلتفرم سویچینگ است، در قسمت ها مثلا اگه استخوان قرار بگیره بازو باعث چی میشه؟ بونلاس میشه. میتونیم از این دریل استفاده کنیم قسمت با انساج نرم آماده بسازیم که انساج نرم گیرش پیدا کنه و از بونلاس جلوگیری کنه. عموما این دریل که ما استفاده میکنیم، کریستال بون دریل که استفاده میکنیم، عموما باید اندازه فیزیو دیسپنسر را که ما استفاده میکنیم باید به این مقدار چی داشته باشن، هر سرعت که دریل ما کار میکنیم تا حدود 1500 تا 2000 راوند پر منیت باید سرعت داشته باشه. این دریل ها مثلا یک دبای هارزن از این دریل موجود است، تقریبا امپلنت های روت این موجود است. بسیار سیستم ها از این دریل استفاده میشه و میتونیم به خاطر آماده ساختن ساحه کریستال استخوان ما از این دریل استفاده کنیم. خب در بعضی حالات زمانی که ما مثلا در این دو ساحه مثلا ما امپلنت میکنیم، در این ساحه امپلنت میکنیم، در این ساحه بسیار باریک، در این ساحه بعضی وقتا برای ما مشکل میشه وقتی که ما دریلینگ میکنیم. دو دندان در این قسمت فرض کنین یک دندان باشه، این دیگه دندان باشه. این قسمت که ما امپلنت میکنیم، این قسمت بعضی وقتا دریل که ما مثلا پایل دریل کار میکنیم این بندش ایجاد میشه، نمیرسه تا این قسمت مثلا این ساحه استخوان باشه، در این ساحه نمیتونیم ما مداخله کنیم. باز دریل اکستندر به خاطر از اینکه فاصله را دراز بسازه، در این قسمت دریل بند میشه در این قسمت و این را در انفیس فیزیو دیسپنسر میگذاریم و این ساحه را استیوتومی میکنیم. و عموما دریل اکستندر در ساحاتی که ما درلینگ درست انجام داده نتونیم، از این دریل دریل اکستندر استفاده میکنیم تا دریل قسمت طولش بیشتر شوه و در اون ساحه ما مداخله کرده بتونیم. خب زمانی که شما استیوتومی کردین، دریل های سیکونس مکمل یا را پیش بردین، استیوتومی آماده شد، بعدا شما ضرورت دارین که رو چک کنین
آیا این استیوتومی را که شما انجام دادین ساینس پرپوری کردین یا نکردین. میتونین از این پروب دنتال پروب یا امپلانت دپت پروب شما استفاده کنین، ببینین که او ساحه را شما درست استیوتومی کردین یا نکردین. آیا استیوتومی تان طرف لنگوال پرپوریشن داره نداره، طرف بکل پرپوریشن داره نداره، طرف لنگوال پرپوریشن داره نداره. ایره شما باید درست دیگه ببینین، لبتان درست برداشته باشین، بعدن توسط از این چک کنین. اما حس شما میفهمید که ایده استخوان میخوره یا در امساج نرم میخوره، پرپوریشن موجود است یا نه. بعدن که مطمئن شدین پرپوریشن وجود نداره، بعدن شما میرین امپلانتتان غرس میکنین. و این شکل یک قسمت یعنی برنده نیست، لشم است، یعنی دوری است که انساج سراخ نمیکنه. در او قسمت شما ایره فشار میتین، میبینید استخوان بود، واضح میفهمید. بعدا استخوان موجود بود، دیگه امپلانتتان غرس میکنین، کار تمام میشه. خب این امپلانت را که این ساحه موجود شد، این امپلانت چه قسم غرس میکنین؟ باز یک مرحله دیگه شروع میشه. وسایل مختلف موجود است. خب امپلانت آوردین تا این قسمت آمد، در این ساحه گذاشتین، مثلا در این ساحه امپلانت شما گذاشتین، ایره توسط چی تایت میکنین و خوب منظم درست نمیره. باید یک رنج ما داشته باشیم یا یک رچت برش میگه. این رچت باید داشته باشیم. این رچت ها انواع مختلف داره. بعضی هایشان در اینجا قسمت ترک نشان میده، نیوتن در سانتی متر. این ترک نشان میده که یعنی ما با کدام ترک میریم. زمانی که ترک پوره شد دیگه با صدا میده، این بند می باز باید تایید کنین و این ترک بالا ببرین تا او درست بسته شد. بعضی هایشان ترکش دیجا به نمایش نشان میده، بعضی هایشان است به این شکل است. دو نوع رچت ها ما داریم، بعضی هایشان ترک نشان میده، بعضی هایشان ترک نشان نمیده. خب این رچت چی میکنه؟ این در کجا بند میشه؟ این رچت راستن در امپلانت بند نمیشه. این ما نمیتونیم که امپلانت را که دوجا گذاشتیم میره بگذاریم تایید کنیم. این رچت توسط دو وسیله کمک میکنه که امپلانت غرس کنیم. دو وسیله چی است؟ یا امپلانت درایور است توسط امپلانت درایور، یا اباتمنت درایور. او اباتمنت درایور یا امپلانت درایور هم تصویر بعدی میاریم میبینیم. او را در سر امپلانت چی میکنیم؟ او را در این قسمت تثبیت میکنیم و تایید میکنیم که امپلانت بسته شود. ببینید این خب در تصاویر بعدی است. و یک گپ دیگر هم یادآور شم که بعض امپلانت ها است که توسط رچت ما نصبش میکنه، مگم بعض امپلانت ها وسایل اضافه را می داشته باشه که او را خود ما میتونیم توسط خود پیسی دیسپنسر که در کده اوجا موجود است توسط از ما نصب کنیم. خب کاری که یک اندازه تا اون نصب کنیم، بعدا باز میتونیم از رچت ها استفاده کنیم و او امپلانت غرس کنیم. قبلا هم گفتیم که ایش ترک داشت و ای ترک نداره، ای باز نشان داده نمیشه که چقدر با کدام ترک ما نصب کنیم. خب زمانی که شما امپلانت را آوردین در ساحه جراحی آمد، امپلانت داخل استخوان غرس شد، بعدا باز ما یک چیز را داشتیم به نام کاور سکرو. اگر یادتان مانده باشد در لکچر قبلی، کاور سکرو را توسط سکرو درایور ما تایت میکردیم. کی سکرو درایور است؟ سکرو درایور به خاطر چی استفاده میشه؟ عموما به خاطر نصب کردن همو پیچی که یا سکرو کاور سکرویی که ما استفاده میکنیم، یا مثلا به خاطر کاور سکرو یا بعضی کامپوننت هایی که سکرو می داشته باشه، مثلا جنجیول فارمر، میتونیم از این وسیله استفاده کنیم به خاطر وصل نمودن همو پارت که باقی مانده. این کاور سکرو ها میتونه توسط دست کار شوه و میتونه توسط هندفیس استفاده شوه و وصل شوه. مثلا این نوع سکرو درایور که در هندفیس گذاشته میشه و این قبلیش سکرو درایور که توسط دست استفاده میشه. خب بعد از اینکه از سکرو درایور گذاشتیم، ما امپلانت را در این ساحه آوردیم. مثلا این وسیله که ما نصب کردیم پالایش، این چی است؟ این به نام امپلانت درایور. یعنی چی؟ یعنی خودش در فکسچر امپلانتی وصل شده و بعدا رچت در این ساحه میگذاره، تایت میکنه.
یکی بسته شد تا ساحه که استیاتومی کردیم تا ساحه برسد. این امپلانت درایورها وظیفش فقط امپلانت در ساحه استیاتومی خرس میکنه. این امپلانت درایورها دو نوع است. یکیش رچت درایور است، توسط رچت تایت میشه، و نوع دومش است توسط انفیس. در انفیسی رو میگذاریم توسط تارکی که هست، توسط از تارک ما در ساحه امپلانت خرس میکنیم. نوع با دیگه که به خاطر غرس امپلانت وسیله که استفاده میشه به نام اباتمنت درایور است. اباتمنت درایور او دیگهش در سر امپلانت خرس نصب میشد. این بعضی سیستم ها اباتمنت درایور نمی داشته باشه، بعضی هایشان می داشته باشه. اباتمنت درایور خاص در سر ما اباتمنت دور نمی کنیم، در سر اباتمنت تیر میگذاریم، این قسمت اباتمنت داخل میشه و امپلانت نصب میکنیم و زمانی که امپلانت نصب شد بعدا توسط سکرو درایور و اباتمنت باز میکنیم و اگر در 2 استیج جرایی میکنیم در 2 استیج میشه، اگر در 1 استیج استفاده میکنیم در 1 استیج. باز ما هر وسیله که ما مثلا جینجیوال فارمر میگذاریم نمیگذاریم یا کاور سکرو میمانیم او را چی میکنیم؟ کاور سکرو را تایید میکنیم و ساحه خیاطه میزنیم، خلاص. یعنی عموما به خاطر غرس امپلانتی وسیله استفاده میشه در روی اباتمنت. این اباتمنت ها هم میتونه دستی باشه، این در هنفیس استفاده میشه و ایش در دست که یا توسط رچت ما میتونیم امپلانت ها در ساحه جراحی غرس کنیم. خب این وسایلی بود که عموما به خاطر غرس امپلانت استفاده میشه. بعدا از این بخش که بگذاریم، عموما زمانی که ما امپلانت میکنیم همون چیزای ضروری، وسایل ضروری جراحی باید همراه ما موجود باشه. مثلا کالیپر باید همراه ما موجود باشه، همراه ما چک ریتراکتور موجود باشه، مثلا لب چک ریتراکتور یا کیت منظم تشخیصیه مثلا همراه ما موجود باشه، دنتال میرور مثلا ساند و این همه وسایل باید همراه ما موجود باشه، چون ضرورت میشه با در جریان جراحی کالیپر همراه ما موجود باشه. وقتی که ما استخوان پیش از جراحی ارزیابی کردیم، زمانی که پلاپ برداشتیم باید او رو ببینیم که آیا او اندازه دقیق است نیست. این چیزا را بوندرینگر با هم داشته باشیم، پوریست الواتورهای انواع مختلفش با هم داشته باشیم، بی هندالز مثلا وسایلی که فشار خون کنترل میکنه، ارزیابی میکنه، همش با همراه ما موجود باشه. یک ست منظم از نیدل هولدر و فورسپس هایی که به خاطر جراحی استفاده میشه هم داشته باشیم، از قیچی های مختلف داشته باشیم همراه خود که در جریان جراحی ما به مشکل بر نخوریم و جراحی ما به شکل منظمش پیش بره که مشکل ساز نباشه برای ما. خب مثلا این انواع مختلف چک ریتراکتوروس میتونیم در جریان جراحی استفاده کنیم. مثلا به شکل یک جراحی منظم را با خود داشته باشیم تا جراحی ما به شکل درستش پیش بره. خب از این بخش که پیش بریم، وسایلی که به خاطر تعقیم و پاکاری وسایل جراحی استفاده میشه باید در کلینیک با 100% داشته باشیم. اولتراسونیک کلینر با هم داشته باشیم، فیموگاتور داشته باشیم، اتوکلاو داشته باشیم تا وسایلی که ما استفاده میکنیم اون را پاک کنه. مثلا اولتراسونیک کلینر چی وظیفه داره؟ وسایلی که مثلا در جریان جراحی استفاده شده خونپور است او را پاک میکنه، تعقیم نمیکنه، پاک میکنه، فقط وسایل برای ما پاک میکنه. بعدا بازو را ما یا توسط بخار مثلا در فیموگاتور میگذاریم یا در اتوکلاو میذاریم و وسایل را ما چی میکنیم؟ تعقیم میکنیم. نظر به ضرورت باید ما از اینها داشته باشیم در کلینیک خود تا جراحی را که ما میکنیم وسایل تعقیم شده برش داشته باشیم که ضروریات اساسی در یک کلینیک است که باید از این ما داشته باشیم. خب مثلا این نوعی از اولتراسونیک کلینر است، این فیموگاتور است،
و یا از اتوکلاو است که بیشتر روی از این موضوعات ما بحث نمیکنیم که میتونیم در بخش بعدی باز در بخش استریلایزیشن بالای از این موضوع با جزئیات مورد بحث موضوعات قرار بدیم. خب این وسایلی بود که در دو لکچر ما را جا بجا کرده بودیم که وسایلی که ضروریات امپلنت است که باید داشته باشیم و بعضی وسایلی بود که به خاطر جراحی امپلنت استفاده می شد که تا اندازه مورد بحث قرار دادیم. بعضی وسایل اضافی است ممکن در این لکچر جا بجا نشده باشه که ضرورت پیش میشه که در جریان پروسه های جراحی مثلا در بعضی بوناکمنتیشن وسایل خاص موجود است، به خاطر ساین اسلیپ وسایل خاص موجود است. بعضی وسایل اضافی ممکن موجود باشه که ما در این لکچر جا بجا نکرده باشیم که میتونیم در لکچرهای بعدی مورد بحث قرار بدیم. انشالله که این لکچر مفید تمام شده باشه، چیزی را آموخته باشین. تا لکچر بعدی همه شما را به الله پاک میسپارم. جهت بهتر شدن لکچرهای بعدی نظریاتتان در بخش کامنت خواهان هستیم، با ما شریک بسازید و اگر این درس براتان مفید تمام شده باشه میتونید با دوستایتان شریک بسازید تا اونها هم مستفید شوند. اوقات خوش، وقت خوش داشته باشید.